دوست گرامی ندا از اصفهان، خیلی ممنونیم بابت لطفتون. همینطور کلیپی رو که خواسته بودین براتون ارسال کردیم. ناصر احمدی عزیز، طنز اگر یزید روزنامه می داشت عالی بود. دوست گرامی رها، شعرهای قشنگتون رسید. امیدواریم که باز هم اشعارتون رو برامون بفرستیم تا بتونیم در پیک شادی به شکل‌های مختلف از اونها استفاده بکنیم. شهاب بابت کلیپ قشنگی که فرستادی تشکر میکنم، منتظر بعدیاش هم هستیم. علی ایرانی و کوروش از تهران، ممنون بابت زحماتتون و مجموعه مطالب و عکس‌ها و کاریکاتورها و کلیپ‌های طنزی که تهیه کردین. باز هم پشتیبانی پیک شادی به عهده دوستان قدیمی پیک شادی بود، علیرضا افشارچی، فریبرز ممتحن، مجید ساعتی و ابوالفضل که از نکات طنزتون در همین برنامه پیک شادی هم استفاده کردید. اون دسته از دوستانی که در مورد نمایش انتخابات رژیم طنز و طرح برام فرستادین، ضمن تشکر خدمتتون عرض بکنم که هفته آینده بهشون خواهیم پرداخت. اینجا فقط اسم میارم و از طرف خودم و همه دستاندرکارهای پیک شادی تشکر میکنم. از بیژن از چالوس، مهران از گرگان، علیرضا از سوئد، دوست گرامی ماهرخ از اهواز و محمد رضا که شعر قشنگ انتصابات مسخره عظما رو فرستاده، متاسفانه ننوشته از کجا. بهمن از ارومیه مطالب طنزی در مورد مولا حسنی نماینده رودستمونده ولی فقیه فرستاده که حتما در فرصت مناسب ازشون استفاده خواهیم کرد، ولی اجالتا یه موردشو بگم. نوشته که مولا حسنی که می‌خواستن اولین بار بفرستن نمایش جمعه رو برگزار بکنه، میدونستن که خب این گیجه و حتما قاطی خواهد کرد، یه مقداری توجیهش کرده بودن. در خلال توجیه متوجه شده بودن که این گیج‌تر از این حرفاست که بفهمه و روحیه‌اش هم تازه از دست داده. اومدن یه روحیه بهش بدن، بهش میگن که هفته اولش سخته ولی تو برو از هفته دوم برات راحت میشه. اینم یه خورده فکر میکنه، میگه خب پس اگه اینجوریه این هفته اول یکی دیگه برگزار بکنه، من از هفته بعدی میام که راحته.